قشنگ من، ممنونم که چنل منو انتخاب کردی. به اولین ویدیوی من خوش اومدی. امروز میخوایم با هم دیگه محاسبه تغییرات مجاز پروژه رو حساب کنیم. ممنون از اینکه از من حمایت میکنی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. خب بزن بریم و شروع کنیم. خب نمیخوایم زیاد درگیر فرمول نویسی و این داستانا بشیم. تمام تلاشمونم اینه که به این چیزا نخوریم. خب اولش میریم طرح گرافیک رو بکشیم. ستون 1 و 2 رو به ما داده اینجا و ما باید بر اساس این گرافیکش رو بکشیم. ستون 1 به ما پروژه ها رو نشون داده که از چه پروژه‌ای به چه پروژه‌ای میریم. اولیش پروژه 1 که با یه دایره پروژه 1 رو شروع میکنیم که از پروژه 1 ما به پروژه 2 رفتیم. شکلش رو میکشیم. بعدی از پروژه 1 به پروژه 3. دوباره از یک انشاب دیگه میکشیم. 1 به 4 و حالا از پروژه 2 به 5 رفتیم. از 2 یک انشاب به پروژه 5 میکشیم. از پروژه 3 به 6 رفتیم و دوباره از پروژه 3 به 7 رفتیم. پس یک انشاب دیگه از پروژه 3 به پروژه 7 میکشیم. از پروژه 4 هم به پروژه 7 رفتیم. پس از 4 هم به 7 میکشیم. و همونطور که میبینید به 7 2 تا انشاب خورده. از پروژه 5 به 8 میرسیم و از پروژه 6 هم باز به 8 میرسیم. و از پروژه 7 به پروژه 9. این شکل گرافیک خیلی مهمه. حتما تمرین کنید که به اشتباه نرسید وگرنه تا آخرش به اشتباه میافتید. خب طبق جدول ستون 1 ما اینو کشیدیم. حالا میریم سراغ ستون 2. ستون 2 به ما میگه از این پروژه به پروژه بعدی چقدر زمان برده. اولی از پروژه 1 به 2 واحد زمانی که این 2 واحد زمانی میتونه ساعت، ثانیه یا حتی سال باشه. 1 به 3 هم 2، 1 به 4 3 واحد زمانی، 2 به 5 4 واحد، 3 به 6 3 واحد، 3 به 7 3 واحد، 4 به 7 7 واحد زمانی، 5 به 8 2 واحد زمانی، 6 به 8 4 واحد زمانی، 7 به 9 5 واحد زمانی و در آخر 8 به 9 3 واحد زمانی. بریم سراغ ستون 3. ببخشید که کشیدم، ویدیو قبلی متاسفانه ضبط نشد و خب اونا رو در نظر نگیرید، دوباره میکشیم. اینها زمان شروع رابطه پروژه رو از ما میخوان. یعنی از پروژه 1 به 2 وقتی شروع کردیم تو چه واحد زمانی بودیم؟ خب پروژه شروع نشده بود و طبعا 0 واحد زمانی. 0 رو میکشیم. پروژه 1 به 3 هم همینطور، 1 به 4 هم همینطور. پروژه 2 به 5 دقت کرده باشید از پروژه 1 به 2 که خواستیم بریم 2 واحد زمانی صرف شد. وقتی میخوایم پروژه 2 به 5 رو استارت بزنیم در 2 واحد زمانی هستیم. پس میشه 2 واحد و پروژه 3 به 6 هم 2 واحد زمانی. خب 3 به 7 از 3 میخوایم بریم به 7. 1 به 3 2 واحد زمانی زمان برد. وقتی 3 رو میخوایم شروع کنیم پس 2 واحد زمانی استارتش رو میزنیم. 4 به 7 1 به 4 3 واحد زمانی. پس 4 رو میخوایم شروع کنیم که بریم 7 3 واحد زمانی زمان برده که اینجا می نویسیمش تو جدول. 5 به 8 از پروژه 5 میخوایم شروع کنیم به 8. از 1 به 2 2 واحد زمانی، 2 به 5 هم 4، 2 به اضافه 4 میشه 6 واحد زمانی. پس 6 پروژه 5 رو میخوایم استارت بزنیم در 6 واحد زمانی هستیم. پس میشه 6. پروژه 6 به 8 حالا 6 به 8 خب 1 به 3 2 واحد زمانی، 3 به 6 هم خودش 3 واحد، 2 به اضافه 3 5 واحد زمانی. پس پروژه 6 در واحد زمانی 5 استارت میخوره. پروژه 7 به 9
خب اینجا 2 تا انشاب به 7 افتاده. ما باید چیکار کنیم؟ وقتی داریم میریم، یعنی توی رفتیم، یعنی داریم پروژه ها رو پیشروی میکنیم، اون ماکسیموم رو انتخاب میکنیم. 4 به 7 شد 10 واحد زمانی، ولی 3 به 7 رو بخوایم حساب کنیم میشه 5 واحد زمانی. پس ما اون ماکسیموم یعنی بیشترینه، پس اون 10 واحد زمانی رو انتخاب میکنیم. پس میایم 10 رو جایگذاری میکنیم. پس پروژه 7 به 9 در واحد زمانی 10 استارت میخوره. پس ما اونجا 10 رو مینویسیم. حالا با قرمز مینویسم که قاطی نکنیم در آینده. خب پروژه 8 به 9 همونطوری که میبینید 8 هم 2 تا انشاب بهش خورده. دقیقاً مثل 7 اینجا پیش اومده. دقت کنید. خب دوباره میایم جمع میبندیم. پروژه 5 به 8 رو جمع میبندیم و پروژه 6 به 8 رو جمع میبندیم که ماکسیمومش رو انتخاب کنیم و تو جدول قرارش بدیم. 6 به اضافه 2 8 و خب 5 به اضافه 4 واحد زمانیمون 9. بین 8 و 9 بزرگترین ماکسیموم ترین که 9 رو انتخاب میکنیم. پس ما در واحد زمانی 9 پروژه 8 به 9 رو استارت میزنیم. بعد یک استراحت کوتاه برگشتیم. میریم سراغ ستون 4 EF. اینو چطوری حساب میکنیم؟ ما اسمون رو گفتیم موقعی که شروع میخواست بشه پروژمون، هنوز استارت پروژه نخورده بود، اون عدد رو مینوشتیم. حالا EF چیه؟ زمانی که اون پروژمون به پایان رسیده چقدر واحد زمانی از ما گرفته شده یا حالا چه واحد زمانی مصرف شده. از 1 به 2 میایم به گرافیکمون مراجعه میکنیم. این گرافیک مهمترین بخش ما که اگه این گرافیک رو اشتباه بکشیم تا آخرش ما این اشتباه رو داریم. پس بخش گرافیک رو با دقت نگاه کنید. خب EF از 1 به 2 میخوایم بریم. ما از پروژه 1 به 2 بخوایم بریم توی واحد زمانی 2 پایان پیدا کرد. پس چقدر واحد زمانی صرف این پروژه شد که از 1 به 2 بریم؟ 2 واحد زمانی. 1 به 3. 1 به 3 چقدر واحد زمانی صرف شد؟ بازم 2 واحد. از 1 به 4 چطور؟ از 1 به 4 3 واحد زمانی. اینی که بالای عدد نوشتم. 3 واحد زمانی صرف شد. خب از پروژه 2 به 5 چطور؟ 2 به 5. دقت کنید از پروژه 1 به 2 خواستیم بریم 2 واحد زمانی صرف شد. الان 2 به 5 رو از ما خواست. این 2 رو میایم با 4 جمع میکنیم. جمع این اعداد 6 بود که قبلا هم به دستش آورد. پس 2 به 5 میشه 6. 3 به 6 چطور؟ از پروژه 3 به 6. پروژه 3 خودش 2 واحد زمانی داشت. با این 3 جمع میشه. جمعشون شد 5. موقعی که میخواستیم سطر سوم ستون سوم رو حساب کنیم این جمع ها رو ما انجام دادیم. دیگه شما نیازی نیست، من الان دوره میکنم، دیگه نیازی نیست دوباره جمع ببندید. همینجا نوشته بودید قبلا. دیگه بدون محاسبه راحت میتونید این ردیف رو پر کنید. 3 به 7. پروژه 3 به 7 چقدر طول کشید؟ خود پروژه 3 2 واحد زمانی، 3 واحد زمانی هم تا پروژه 7 پس میشه 5 واحد زمانی. پروژه 4 به 7. خود پروژه 4 3 واحد زمانی، از 4 به 7 هم 7 واحد زمانی، پس 10 واحد زمانی. 5 به 8 چطور؟ پروژه 5 به 8.
پروژه های قبلی یعنی 1 به 2 2 2 به 5 4 که جمعشون شد 6. حالا از 5 به 8 هم خودش 2 واحد زمانی میخواد. 6 به اضافه 2 7 8. پس میشه 8 جوابه. پروژه 6 به 8 چطور؟ پروژه های قبلی رو جمع میبندیم. 1 به 3 2 واحد، 3 به 6 هم 3 3 و 2 5 واحد. 5 واحد زمانی به اضافه این 4 واحد زمانی 9 واحد زمانی. 7 به 9 چطور؟ همینطور پروژه های قبلی رو جمع میبندیم. فقط اینجا یک سوال پیش میاد. 7 به 9 ما 4 رو این مسیری که به 7 رسیده رو با این 9 جمع ببندیم یا این مسیر. همونطوری که گفتم توی رفت ما با ماکسیموم کار داریم. مسیری که از پروژه 1 و 4 و 7 اومده 10 واحد زمانی بوده. پس ما این 10 واحد زمانی رو ملک قرار میدیم. 10 واحد زمانی به اضافه 5 واحد زمانی 15 واحد زمانی. 8 به 9 چطور؟ 8 هم 2 تا انشاب داشت. ما این 9 که ماکسیمومون بود و حساب میکنیم. 9 به اضافه 3 12 واحد زمانی. خب ممنونم که تا اینجا منو دنبال کردی. برای اینکه تایم ویدیو خیلی زیاد میشه ادامه این جدول رو توی ویدیوهای بعدی برات میذارم. ممنون که تماشا کردی. چنلمو سابسکرایب کن.